نوشته که لحظه های آخری عمر جمال خاشقجی خبرنگار شناخته عرب را تصویر می کند. دادستانی ترکیه با نشر این بیانیه گفت جمال خاشقجی را بعد ورودش به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول نفسگیر کرده کشتند، سپس جسدش را پاره پاره کردند و دور انداختند. بیانیه رسمی دادستان کل ترکیه 2 روز بعد از ملاقات او با سعود المجیب همتایش از عربستان سعودی نشر شد، چون به گفته دادستانی ملاقات هیچ نتیجه نداد. قتل خاشقجی در روز 2 اکتبر عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده نفت در جهان را به بحران گرفتار کرد. جمال خاشقجی که برای گرفتن سندهای لازم برای ازدواجش به کنسولگری عربستان سعودی به استانبول رفت، دیگر بینشان شد. مقامات سعودی اول گفتند نمیدانند با او چی شده است، ولی بعدا اعتراف کردند که گروه از مامورانی به گفته آنها سرکش امنیتی جمال خاشقجی را در داخل کنسولگری کشتند. ترکیه که کشتار در قلمروش رخ داد از مقامات عربستان سعودی می‌خواهد جزئیات قتل، فرمایشگری آن و جای جسد جمال خاشقجی را آشکار کند. این خبرنگار عرب در امریکا اقامت می‌کرد و از منتقدان شاهزاده سلمان وارث شاه سعودی و در واقع رهبر این کشور بود.